سلام. قراره که توی 3 قسمت 17 ترفند اینستاگرام رو برای شما به نمایش بذاریم که استفاده شما از اینستاگرام رو حرفه‌ای‌تر میکنه. با قسمت اول این برنامه در خدمت شما هستیم. اولین ترفند فعال کردن دارک مود برای اینستاگرامه. کسانی که iOS 13 به بالا دارند کافیه تا دارک مود رو برای آیفون خود فعال کنند تا اینستاگرام هم به حالت تیره در بیاد. ترفند بعدی در مورد فیلترهای مخفی در بخش استوری اینستاگرامه. اگر به بخش استوری اینستاگرام برید، فیلترهای مختلفی در پایین نمایشگر خواهید دید. اگر به انتهای این فیلترها برید و بر روی براوز افکتس کلیک کنید، فیلترهای جدید و منحصر به فردی برای استفاده پیدا خواهید کرد. اگر میخواهید بدونید که چه نوع کمپانی هایی شما را هدف تبلیغات خودشون در اینستاگرام قرار دادن، به منوی ستینگ رفته و در بخش سکیوریتی توی قسمت اکسس دیتا برید. در پایین این بخش گزینه ادز اینترست رو خواهید دید. اگر این گزینه رو کلیک کنید، لیست مواردی رو که برای اون هدف تبلیغات هستید به شما نشون خواهد داده شد. توی این ترفند به شما یاد میدیم که چگونه برای عکس خود متن جایگزین انتخاب کنید. پس از انتخاب عکسی که میخواید به اشتراک بذارید، در پایین صفحه نیو پست گزینه ادوانس ستینگز رو انتخاب کنید. در پایین رایت آلت تکست رو انتخاب کرده و متن جایگزین رو بنویسید. توجه کنید که در این بخش کپشن ننویسید و فقط توصیف کوتاهی از تصویر رو تایپ کنید. برای دیدن ادامه کلیپ در قسمت بعدی با ما همراه باشید.